expressions with 4 elements of nature. Short films suitable for intermediate to upper levels to teach expressions and proverbs in everyday Farsi and with a visual auditorial method. They are humorous shows that take place between a couple and or colleagues of one whom is a foreigner. The 4 elements of water, wind, earth and fire are the main themes of these proverbs. کتاب منه. آره میدونم، ولی 1 سال داشت داخل قفسه خاک میخورد. کتاب من داشت خاک میخورد؟ کتاب من مگه درخت خاک بخوره؟ اتفاقا اصلا اشتها نداره. نه دنیل جان، خاک خوردن که به معنای خوردن خاک نیست. یعنی اینکه روش خاک نشسته بود و بی استفاده بود. اصطلاحات عناصر 4گانه: فیلم کوتاه مناسب برای سطح متوسط، به بالا برای آموزش اصطلاحات و ضرب المثل‌ها در فارسی روزمره و با روش دیداری شنیداری نمایش طنزی است که بین یک زوج و یا 2 همکار اتفاق میفته که یکی از آنها خارجی هست. 4 عنصر آب، باد، خاک و آتش موضوع اصلی این ضرب المثل هاست.